سلام. منابع از آغاز رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان مسلح در شماری از ولایات خبر می‌دهند. رئیس جمهور غنی دیروز فرمان آزادی زندانیان یاد شده را امضا کرد. عواید ملی کشور در سال جاری به 99 میلیارد افغانی رسید. وزارت مالیه میگوید در 13 روز اخیر 5 میلیارد و 133 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری گردیده است. صدراعظم پاکستان گفته است محدودیت‌هایی که در راه‌های تورخم و اسپین بولدک به خاطر کرونا وضع شده بود تا یک هفته دیگر رفع خواهد شد و مسافرین افغان اجازه خواهند داشت که با ویزا به پاکستان سفر کنند. رسانه‌های هندی گزارش دادند که یک گروه 180 نفری اهل و هنود افغانستان به زودی به هند خواهد رفت. ماه گذشته نیز چندین خانواده اهل و هنود به دلیل ناامنی‌ها افغانستان را به مقصد هند ترک کرده بودند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است آزمایش واکسن کرونا را با کامیابی تجربه کردند و به زودی به بازار عرضه خواهند کرد.